مجلسی ها طرح لایحه تصویب بودجه برای یارانه بنزین. آماده میشیم برای رأی گیری. تعداد حاضران آیا عدد اجازه بدید من میشمارم. من تابلو رو اعلام میکنم. شما زحمت نکشید. شما بفهمید کسالت هم دارید بفرمایید. خب تابلو رو همیشه نشون بدین. بله. الان حاضرین در مجلس 240 180 تا 20 دیگه آب رفت. 140 نفر موندن که از 130 تا 110 تای دیگه تابلو میگه 90 تای دیگه 80 تا 30 تا دیگه بیشتر نمون. آقای 30 تا 10 نفر 1 نفر مونده. منم با عزتون میرم یه چایی بخورم برمیگردم. خب برای طرح یارانه بنزین که کسی نیومد میریم برای بعدی. طرح لایحه ناهار مجلس به صرف چلو کباب. آیا عدد اجازه بدید من میشمارم. من تابلو رو میشمارم. خب برای یارانه بنزین که کسی نیومد الان میریم طرح چلو کباب سلطانی برای ناهار مجلس امروز. 20 نفر بیشتر نیست. 50 نفر. آقای عدد 100 نفر 150 نفر 100. یه ماده واحده بزنم. سماق اضافه تو ماده واحده هست. 300 نفر. لایحه الحاقی دو پرسی ها 800 نفر. ای دینتونو لامسته و بچه هاتونو من نداریم بریم تو مجلس قضا بکنن دیگه. آقای عدالت اجازه بدید ماده واحده گوجه با تبصره بزن. 1500 نفر. آقا طرح تصویبه. من میدونستم این طرح تصویب میشه. نماینده ها قیام کنن. مبارک انشالله. من به طور مثال عرض میکنم متوسط سرعت حرکت اتوبوس مسافری در شهر تهران قبل از سهمیه بندی بوده 18 کیلومتر در ساعت. هر موقع گفتن جسد تو خودتو بنده وسط. کی گفت آخه نخود هر آشی بشی؟ برو پایین. ما به نوعی بحث صف بنزین رو به صف گاز تبدیل کردیم. شما از فیلم هری پاتر اومدی؟ جادوگرین شما؟ شما که میتونید صف بنزین رو به صف گاز تبدیل کنین میتونید ما رو به آقای حداد عادل تبدیل کنین؟ البته بر نسبت آقای حداد عادل و تفسیر این باعث شد که یک حجم بسیار بزرگی از مشکلات رو بر دوش مجلس انداختین و این توپ انداختین تو زمین مجلس. آقا به نظر من آقای ناطق نوری با همه جهالتش یه حرف درست در مون زد. به نظر من این حرف درسته. اصلا ما با فلسفه وجودی ما تو مجلس به خاطر چیه؟ همه مجلسی ها میدونن. آقا اومدیم 2 ساعت یه چرتی بزنیم، یه خلاصه قیلوله استراحت چیزی داشته باشیم دیگه. هر کی میرسه حجمشو میذاریم دوش ما. اون طرفم توپو میندازن تو صحن مجلس. دفعه دیگه توپتون رو بندازین تو صحن مجلس، توپتون رو پاره میکنم میندازم جلوتون. اصلا فردا تو این دفتر اعلانات مجلس تابلو اعلانات هست. می‌نویسم لعنت بر پدر مادر کسی که توپشو بندازه اینجا. آقا برید تو نهاد ریاست جمهوری بازی کنید. آقای ناطق نوری بفرمایید. خونه کثیفتون رو کثیف‌تر نکنید. بفرمایید. و ما در این مدتی که رفته بودیم تو حوزه‌های انتخابیمون فقط میبایستی انتقاد می‌شنیدین که شما چه می‌کنید، چرا اینجوری برنامه‌ریزی کردید. یک زمان باید این روند متوقف می‌شده. با اراده بزرگ و عظیم مجلس هفتم این چرخه متوقف شد. آقا به نظر من این پور محمدی این هیولای دولت نهم به نظر من درست صحبت میکنه. آخه چه کاری رو میکنی شما؟ آخه شما نهاده مجلسی تو آقا ببین چی میگی تو حد دادن مردنی گوش به ترت نیست. چرا 4 تا توپل مپل نشستی حرفی میتونی بزنی؟ من حرف دارم سری بابا چرخه دولت باید بچرخه. چرا هیچ دقت نمیکنه بابا؟ آقا پور محمدی شما همین تو خودکارتون نمینوشت نمیدونم چی نمیسی. خودکار خوب نیست. مجلس داده خودکار خوبی نیست. حجت جان این صدا آماده است؟ صدا ما می‌خوایم مراسم تألیف رو بریم دنبال کارمون، کار زندگی داریم، بریم اینجا چیکار کنیم؟ آماده. آیین مجلسی ها بشینن، می‌خوایم بریم برای مراسم تحلیف. آماده این شما؟ آماده؟ برو بریم. من نیمه به عنوان دزد هیئت
هیئت خبیثه چاقوکشان نامی در برابر مجلس یزید از امام قاتل رمال به گند یاد می کنم ما که هر روز مامان خود را برای ریختن فلفل در دهان خودم و سایر اراذل و اوباش بی تربیت مجلس و اجرای چک افسری به کار گیرم. خاک بر سرتون کنم بی بوتا افعله همتون با ماماناتون بیان. یه مشت لات و لوتی هم شدن اینجا.